سلام به روی ماهتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. من با نفس کوچولو اومدم بیرون که کلا پیاده روی کنیم و یه دوری بزنیم. امروز اصلا خرید ندارم، ولی هر چند وقت بار نفس من میارم بیرون، اینجوری میارم تو مغازه ها بگرده، نگاه کنه، همه چی رو دست بزنه، فقط مواظب باشه که خرابکاری نکنه و براش عادی بشه. آره این چیه؟ نیفته بیفته میشکنه ها. بعدم پس این یه گنجیشکه. آره اونا شیشن دیگه، اونجا باید مواظب باشی. اونم حلزونه. آره و اینجوری بچه براش عادی میشه. تو من الان یه مادری رو دیدم بچه رو آورده بود گذاشته بود تو چرخ خرید. آره این سفیده نیفته و یه گوشی داده بود دستش و میگفت که آره دیگه خودش مشغول خرید بود و بچه همش بچه کوچیک شاید 1 یا 2 ساله سرش توی گوشی بود و این خیلی واقعا جای تأسف داره. آره میدونم خب بعضی وقتا ماها عجله داریم به عنوان مادر و میخوایم زود کارمون رو انجام بدیم و بچه بهمون استرس نده، ولی سعی کنیم این کار رو همیشه انجام ندیم. البته این نظر شخصی منه، چون خیلی ضرر داره برای بچه و بچه اگه بگرده و همه چی رو ببینه خیلی براش جذابیت بیشتری داره و خیلی چیزا رو یاد میگیره. ممنونم، نظراتتون رو بنویسید. روز خوبی داشته باشید.